دوست من سلام، امیدوارم حالت خوب باشه. اومدم که امروز یه دونه آرزو موی خیس بهت یاد بدم، برم سلام بشورم و بیام بقیه‌شو بگیرم واسه. خب بچه‌ها، من اومدم. به نظر من هر انسانی اولین چیزی که واسش در طول روز مهمه آراسته بودن موهاشه. بعد شستشوی موها 70 تا 80% آب موها رو باید بگیری. نیاز به سه چیزه: یه دونه شونه حالت، یه دونه مواد موی خیس و یه دونه شونه تبری. همونطور که می‌بینید جنس موهای من جنس موهای زیاد خوبی نیست. اول همه رو شونه میزنم سمت عقب به اندازه یک بند انگشت. ژل واکس میمالیم به کف دستمون، همه جای دستمون رو میمالیم، طوری میزنیم به موها. لایک و کامنت حساب یادتون نره که ما رو بتونیم حمایت بکنیم. بعدش نیاز به شونه حالت داریم، به هر طرفی که دلمون میخواد حالت میدیم. حالا چه آرایشگری، چه آدم عادی هستی، چه کارمند هستی، هر چی هستی میتونی موهاتو به همون حالتی که دوست داری در بیاری. حالتهای مختلفی میتونی در بیاری، یا میتونی خوشت نیومد بدی اینور، یا حتی میتونی بدی اینور، یا اصلا میتونی فرق باز بکنی. بستگی به خود داره، اما به من از همه بیشتر این مدل مهمیات. همین و تمام. امیدوارم که مورد پسند شما قرار گرفته باشه. ما رو حتما دوستاتون معرفی بکنید. لایک و کامنت یادتون نره، سابم یاد نره. خیلی دوستت دارم. خداحافظ، به امید دیدار.